آزادی سخن، آزادی مطبوعات، همچه زنی آزاد زندگی کردن، کار کردن، پیش بردن زندگی. آزادی اون چیزی است که انسان باید کاملا آزاد باشد و آزاد قانون حقوق بشر در کدام مملکتی که میخواهد زندگی میکند، در کدام کشوری که میخواهد میرود، با تحصیل حقوق دارد، با زندگی با حیات شخصی حقوق دارد. همون در جامعه ما امروز آزادی وجود دارد؟ آزادی وجود دارد. گشته سوده ما سایر گشت دارد، یکم کس کار نداره، آزاد گشته سوده، کار کرده سوده. در جامعه امروز ما آزادی وجود دارد؟ آزادی همه مرحله من آزاد هستم، شما آزاد هستید. آزادی را ما باید که خودمون بسازیم. آزادی برای من مثلا آزاد است. آزادی نتیجه فهمیش بلند است. همه میخواهد آزاد باشد، اما همه آزاد بودن نمیتواند. 100% آزادی دشوار است، چون که معیارهای اخلاقی را رعایت کردن کرد، فرهنگی را رعایت کردن کرد، عرف و آداب را رعایت کردن کرد، قانون و قاعده را رعایت کردن کرد. همین به یک اندازه آزادی را محدود میکنه، اما 100% نه.